من همیشه فکر می‌کردم که ما باید توی مراحل سخت و دشوار زندگی یه همپا و یه همراه داشته باشیم تا بتونیم سختی‌ها رو راحت‌تر بگذرونیم. ولی خب الان میخوام به این اشتباه خودم اقرار کنم. ما باید از طبیعت الهام بگیریم. یک دانه تو تنهایی رشد میکنه، تو تاریکی مسیر خودش رو پیدا میکنه، جوانه میزنه، گل میده و در نهایت آموزش پیدا میکنه. اینکه ما بخوایم خودمون رو پیدا نکنیم باعث میشه که خودمون رو نتونیم دوست داشته باشیم، و اگه بخوایم خودمون رو دوست نداشته باشیم و وارد رابطه بشیم، به جای خودمون اون شخص مقابل رو دوست داریم و این دوست داشتنه دیگه انقدر از حد میگذره که تو جامعه به عنوان یک فرد نامتعادل شناخته میشیم و باعث میشه که اون فرد از ما زده بشه. من همیشه فکر میکردم که ما باید توی مراحل سخت و دشوار زندگی یه همپا و یه همراه داشته باشیم تا بتونیم